سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ همه چی خوبه؟ خب من امین نیکم و امروز اومدم همچون آموزگاری مهربان بیام تمام مراحل اپلای برای شما توضیح بدم و این یه سری ویدیو خواهد بود که امروز اولین قسمتش رو میخوایم بگیریم و بعدم همینجوری ادامه پیدا میکنه تا جایی که دیگه شما هیچ احتیاجی به هیچ کسی نداشته باشه بهتون پروسه اپلای تو خودت به تنهایی انجام بدی. پس الان حرف حساب من با کیه؟ با کسی که نشسته رو مبل خونه خودش لم داده و میگه به نظرت اپلای کنم. اون کسی که میگه به نظر اپلای کنم و هیچ اطلاعاتی صفر از پروسه اپلای داره باید بیاد بشینه پای این ویدیو و استپ با استپ به حرفای من گوش بده. اطلاعات نداره. اینم بیام در مورد این موضوع بگم که وقتی که میخوای به پروسه اپلای فکر کنی یه سری کارهایی رو باید انجام بدی که این انجام دادن این کارها شروعش با توه ولی ادامه دادنش از دست تو خارجه. پس اولین قدمی که من میخوام به تویی که میخوای اپلای کنی معرفی کنم اینه که باید مدارک تو آزاد کنی، یعنی آزادسازی مدارک. آزادسازی مدارک یه مرحله از اپلاییه که خیلی اعصاب خورد کنه و به خاطر اینکه یه سری کارهای اداری داره و تو هم هیچ نقشی نمیتونی داخل اینا داشته باشی. پس فقط باید اصطلاحاً زمان بگذره تا تو بتونی مدارک تو آزاد کنی. وقتی که میگم آزادسازی مدارک، مقطع تحصیلیت برام مهم نیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی که تو دبیرستانی میخوای برای کارشناسی جای اقدام کنی، کارشناسی میخوای برای ارشد اقدام کنی، ارشدی میخوای برای پی اچ دی اقدام کنی، یا حتی کارشناسی میخوای پی اچ دی دایرکت بری، مستقیم بری پی اچ دی بخونی، یا پی اچ دی میخوای پستاک اقدام کنی. دیگه از این حالت فکر نکنم نداریم دیگه از این حالت ها دیگه. خب پس فرقی هم نمیکنه چه میخوای برای دانشگاه اپلای کنی، برای کالج اپلای، برای هر چی که میخوای اپلای کنی باید یه سری مدرک داشته باشی. برای کارشناسی اقدام کنی، خب اولین قدم باید بری مدرسه. باید بری مدارس قبلی که داشتی ببینی که آیا شما به من مدرک پیش دانشگاهیمو دادی؟ آیا به من مدرک دیپلممو دادی؟ این دوتا مدرک رو به من دادین یا ندادین؟ چون ممکنه مثلا چند سالم گذشته باشه تو خیلی یادت نباشه یا اصلا یادت نباشه. پس برو پیگیر این قضیه شو که ببینی مدارک کجاست. اگه هستش اصل مدرک اونا معمولا مقطع که تمام میشه اصل مدرکش حاضره دیگه، بعد چند ماه حالا تا یک سال حاضر میشه دیگه. پس برو اون مقاطع رو حتما بگیر داشته باش. اگه میخوای برای کارشناسی اقدام کنی خب قطعاً به این مقاطع نیاز داری، ولی اگه میخوای برای ارشد اقدام کنی ممکنه برای بعضی از کشورها این دوتا مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی ممکنه ازت بخوان، ممکنه ازت نخوان، ولی تو کار باش تو همه مدارک رو آماده کن. اوکی؟ پس اگه یعنی کارشناسی درس خوندی چند تا حالت میشه. یکی این که تو الان مثلا ترم 6 دانشگاهی میخوای بری اپلای کنی یا فارغ التحصیل میخوای اپلای کنی. اگه ترم 6 دانشگاهی که میخوای اپلای کنی هر کی که اومده گفته که نه تو قبل از اینکه فارغ التحصیل شده باشی نمیتونی بری اپلای کنی، حتما اصل مدرک میخواد، اصلا همچین چیزی درست نیستش. تنها کسی که شما میتونید مستقیم اینو ازش بپرسین که میخواد یا نمیخواد مسئول دانشکده دانشگاه مقصدیه که تو میخوای براش اپلای کنی. بهش میگن ادمنستریتور یا مسئول آموزش اون دانشگاه. هر دانشگاهی مسئول آموزش داره دیگه. مسئول آموزش میتونه بهت بگه که مدرک رو میخواد یا نمیخواد، اصل مدرک میخواد یا نمیخواد. من دارم میگم که همه دانشگاه‌ها وقتی که نگوشییت کنی بیای چونه زنی کنی و اینا قبول میکنن و تو با مدرک موقتت هم میتونی اپلای کنی. وقتی میگم مدرک موقت یعنی چی؟ یعنی اصلا تو بگو ترم 6 باشی. خب یعنی میگم حتی نه خود مدرک موقت که اصلش هنوز آماده نشده، ترم 6 یه سری ریزنمرات داری. یعنی میگه از ترم 1 تا 6 من این درس ها رو با این نمره ها پاس کردم. حتی این آنافیشال، یعنی آفیشال بد نمیده. آفیشال اونی که مهر دانشگاه روش خورده. تو وقتی که درس تموم شده باشه که آفیشال بد نمیده. پس کاری که تو باید بکنی بری آقا این ریزنمرات تو خب بری از سایت بگیری، از آموزش بگیری، از هر جا که میخوای بگیری، اینو بری بدی دارو ترجمه بگی اینو برام ترجمهش کن. چون مهر رسمی نخورده دارو ترجمه هم برات ممکنه مهر نزنه ولی ترجمهش کنه، یا اگه هم بزنه بگه ترجمه غیر رسمیه این، ولی تو با همون هم میتونی اپلای کنی. چرا این داستان اینجوریه؟ به خاطر اینکه همه کسایی که تو دانشگاه‌ها میخوان دانشجو بپذیرن از بقیه کشورها میدونن که بچه‌ها از ترم 6 یک سال قبل پایان تحصیلشون میان اپلای میکنن. چرا؟ چون نمیخوان یه سالشون هدر بره، درسشون تمام بشه تازه یه سال برن شروع کنن اپلای کردن. پس چون این سیستم آشنا هم باش بهتون یه ددلاین میده، بهتون یک زمانی میده. ددلاین میشه یه زمانی
که باید تو اون مدرک رو به اون دانشگاه ارائه کنی. مثلا تو فرض کن، مثال بزنم، میخوای برای دانشگاه NTNU نروژ یا مثلا برای دانشگاه چه میدونم مکگیل کانادا میخوای بری اپلای کنی، دانشگاه مکگیل بهت میگه که اوکی اشکال نداره، الان مثلا سپتامبر یا مثلا اکتبر 2023 تو میخوای برای سپتامبر 2024 بری، دانشگاه بهت میگه اشکال نداره، تو الان با این ریزنمرات ترم 6 بیا اپلای کن به صورت رسمی، من به تا یه ماه قبل ورودت به کانادا خب بهت وقت میدم که تو اصل مدرک تو بدی. خب تو اون موقع درس تموم شده دیگه، اصل مدرک تو میدی یا نه مدرک موقت تو میدی، هر چیزی که اونجا تو اون استپ زمانی که درس تموم شده و میتونی از دانشگاه بگیری و در اختیار اونا قرار میدی و اونا قبول میکنن این موضوع. یعنی تا قبل اینکه بری دانشگاه مقصد تو ثبت نام دانشگاه مگیر بری ثبت نام کنی، خب تو باید مدارک رو به دست دانشگاه برسونی. تو این سیستم خیلی میتونی چونه بزنی، یعنی باورتون نمیشه که چقدر میتونی چونه بزنی. میتونی با مسئول آموزش بگی آقا اینجوریه 2 ماه دیگه بازم بیشتر به من وقت بده، 3 ماه دیگه دانشگاه من اینجوریه. پس این دستتون خیلی بازه داخل این مسائل دیگه. پس کاری که میکنی یا مدرک موقت یا همون ریزنمراتی که داری یا اصل مدرک تو باید ترجمه کنی اگه داری، و وقتی که ترجمه میکنی به غیر از مهر دارو ترجمه هیچی دیگه نمیخواین. اینا اکسپایر میشن تا ابد میمونن. شما یک بار برای همیشه مدارکتون رو ترجمه کنید مثلا به زبان انگلیسی که به نظرم حتما برای هر کشور که میخوای برای 10 کشور امتحان کنی حتما یه دونه ترجمه انگلیسی از مدارک داشته باش، بخاطر که خیلی از دانشگاه حتی ممکنه زبان ایتالیایی باشه تحصیلت بگه مثلا نه من زبان انگلیسی هم قبول میکنم، زبان آلمانی باشه بگه من زبان انگلیسی هم قبول میکنم. پس تو زبان انگلیسی رو حتما داشته باش، به خاطر که دستت بازه، ممکنه بازم همون نگوشیشن چونه زنی کنی با دانشگاه بگه اوکیه. حالا اگه خواست از مدارک تو به زبان دیگه هم ترجمه کنی که میری به وقتش ترجمه میکنی، ولی حداقل تو اون لحظه‌ای که با یه استاد مکاتبه میکنی که میگه میشه مدرک ریزنمرات تو برام بفرستی، مدرک تو برام بفرستی، نگی اوه من ترجمه نکردم حالا برم ترجمه کنم که یه ماه طول بکشه که تو این یه ماه اون طرف 10 تا دانشجو اومده گرفتم که تو شانس تا از دست میدی اینجوری. پس نکنین این کارو و حتما مدارک تو ترجمه کنید. اگه هم میخواین برای پی اچ دی اقدام کنید دوباره این مسترز و کارشناسی، ارشد و کارشناسیتون میاد وسط. پس تو هر مقطعی که میخوای اپلای کنی اون 2 مقطع قبل، یه مقطع قبل رو باید ریزنمرات و اصل یا مدرک موقت یا اصل بسته به اینکه چی داری اونا رو باید از دانشگاه بگیری و ترجمهشون کنی و تنها مهر دارو ترجمه رو بزنی بهشون. این ساده ترین کاریه که شما باید انجام بدین، به خاطر اینکه بعضن این داستان ها چندی ماه طول میکشه. حالا خیلی از بچه ها هستن دانشگاه دولتی درس خوندن خب و کاری که میفته باید کلی پول بدن. اگه شما زودتر به فکر این سیستم اپلای باشید خب رو مبل نشستی میگی بکنم نکنم، 3 ماه رو مبل نشستی میگی بکنم نکنم، اون 3 ماهی بجن که بگی بکنم نکنم این کاراشو انجام بده حالا تا بعد به تصمیم نهایی برسی. خب پس کاری که میتونی بکنی اینه که برای آزادسازی مدارک تو بذاری اون یه سری ارگان هایی هستن کاریابی هم سیستم های این شکلی هم میتونی بذاری اونجا 6 ماه مدرک تو مثلا میذارن، بعضی موقع 1 سال بعضی موقع 6 ماه. اگه کسی آپدیت جدید داره زیر همین کامنت ها میتونه برای بچه ها توضیح بده، به خاطر اینکه ممکنه حتی یه جاهایی ممکنه من یه چیزی بگم آپدیت نباشه و بچه‌ها میتونن بیان زیر همین پست راهنماییتون کنن. یه چیزیه که داریم به هم دیگه کمک میکنیم، یه تیم ورکیه که ما با هم دیگه قرار از این به بعد به هم دیگه داشته باشیم و خودمون دست هم دیگه رو بگیریم و مراحل جلو ببریم. پس مدارک تو میذاری اداره‌های کاریابی، یه مدتی میگذره مدارکت میبینیم میگه ما با این مدرک کار پیدا نشد و چیکار میکنن و مثلا یه دونه از مدارک چیز میشه آزاد میشه و این سیو میکنه برای پول 10 میلیون 15 میلیون بسته به دانشگاهی که داری، بسته به رشته‌ای که داری، میاد چیکار میکنه مدرکت آزاد میشه یه مقطعی. یا بچهای بیا پسرایی که سربازی رفتن، اگه شما سربازی رفته باشید و تهیج کرده باشین با این سربازی تا اونجایی که اون زمان من اطلاع داشتم یه مقطع تحصیلیتون رو بازم میتونستین ویو کنید چیزشو، هزینه آزادسازیشو. خب اینا چیزایی هستن که اگه ما بدونیم قبل شروع اپلای بدونیم، چون تو شروع اپلای
با 1000 تا چیز مختلف درگیری. اگه اینا رو قبل شروع اپلای بدونی باعث میشه که خیالت راحت تر باشه دیگه، به 10 تا چیز با هم دیگه فکر نکنی. تو وقتی که شروع میکنی اپلای، زبان باید بخونی، کلی چیزایی که من ادامه میخوام داخل ویدیو در موردش صحبت کنم، کلی استپای دیگه رو باید بشین، سی وی، 1000 تا چیز دیگه باید بشینی آماده کنی. وقت نداری دیگه به کار اداری اعصاب خورد کن فکر کنی. پس اولین کاری که باید بکنی اینه که این مدارک تو آزاد کنی. پس اگه همین الان نشستی جلوی دوربین و مدرک تو آزاد نکردی و 5 ماه به فکر اپلایی، اشتباه میکنی. فردا اسنپ بگیر، برو اون دانشگاه مدرسه منظرت و مدرک تو آزاد کن. دمتون گرم. این اولین استپیه که توی اپلای باید بکنی، ولی تو ویدیوهای بعدی تک به تک مراحل مختلف رو قرار براتون توضیح بدم.